داستان فریدون با کارگزار ضحاک. آن زمان که ضحاک از کشور بیرون میشد، یکی از درباریان را که بسیار توانگر و نامش کندرو بود، به نام کارگزار خویش بر دستگاه شاهی گمارد. روزی کندرو اندر کاخ شد، لیک با شگفتی بسیار کسی را دید که بر تخت ضحاک نشسته و تاج بر سر نهاده و شهرناز و ارنواز در دو سوی او نشستند و لشکریانش نیز همه شهر را پر کردند. کندرو بر روی خویشتن نیاورده، نه هراسان شد و نه پرسشی کرد. فریدون را نماز برده درود کرد و او را سزاوار شاهنشاهی بر 7 کشور خوانده آرزوی پایندگی پادشاهی او نمود. فریدون او را پیش خوانده، پس از اینکه از کار او آگاه گشت، او را فرمود تا چنان که سزاوار است می و رامشگران بیاورد و بزمی شاهی فراهم آورد. پس آن شب کندرو از برای فریدون جشنی به پای کرد. بامدادان کندرو بر اسب خویش بنشست و به سوی ضحاک روی نهاد و چون پیش او رسید، همه آنچه دیده و شنیده بود برای او باز گفت و بدو گفت: ای شاه گردنکشان، نشان برگشتن بخت از تو پدیدار گشت. 3 مرد از کشوری دیگر با لشکری بیامدند که از این 3 یکی به سال کهتر است، لیک چهر کیانی دارد. او با گرز گران همچو کوه پای پیش نهاد و سوار بر اسب به کاخ تو اندر شد و همه مردان و دیوان کاخت را نابود ساخت و بر تخت تو بنشست و همه نیرنگ و جادوی تو را از میان برد. لیک ضحاک بدو گفت: شاید که او مهمان باشد، پس شاد باید بود. پیشکار در پاسخش گفت: آیا مهمان با گرز گاوسار می آید و بر تخت تو می نشیند و نام تو از تاج و کمر شاهی می سترد؟ اگر تو این را مهمان می دانی پس بدان. ضحاک او را گفت: چندین منال، زیرا که اگر او را مهمان گستاخی بدانیم و بدان اختر پی افکنیم بهتر است. کندرو گفت: سخن تو را شنیدم، اینک پاسخم را بشنو. اگر این نامور مهمان توست، او را با شبستان تو چه کار؟ که می بینم آن 2 دختر کیهاندار جم را که دلخواه تو بودند پیوسته در کنار دارد. ضحاک چون این بشنید همچون گرگی برآشفت و آرزوی مرگ بکرد و کندرو را دشنامهای زشت بداده بدو گفت: از این پس دیگر هرگز کاخ مرا نگاهبان نخواهی بود. پس پیشکار او را گفت: اکنون ای شهریار، گمان من بر این است که دیگر از بخت بهره‌ای نیابی و شهریار نخواهی بودن. پس چگونه مرا پایگاهی می دهی یا از من می ستانی؟ ز گاه بزرگی چون موی از خمیر، برون آمدی مهترا چاره گیر. سر خویشتن گیر و در اندیشه روزگار خودت باش و برای خود چاره ای ساز.